خب توی این کلیپ میخوایم در مورد انواع خطوط اسپاین براتون توضیح بدیم. اگر که ما یک ابروی اصولی ترسیم کنیم، بر اساس حالا نقطه گذاری نقطه 1، نقطه 2، نقطه 3، نقطه 4، نقطه 5 و نقطه 6 رو داریم. خب زمانی که ابرو کاملا به حالت لیفت و به سمت بالا زده میشه و در این حالت ما خط اسپاینی نمیکشیم و کلا اسپاین نداریم، در این حالت میگیم upper spine. حالا این برای چه کسانی خوبه؟ برای کسانی که موهای ابروشون به سمت بالاه، کاملا به حالت لیفت داره، و برای کسایی که موی ابرو ندارن که این کار باعث میشه ابروها و حالت پلک به سمت بالا دیده بشه و کشیده دیده بشه. موی ابرو نداشته باشن میتونیم این کار رو بکنیم، یا کسایی که فقط تاج ابرو رو دارن و دم ابرو ندارن، تاج رو دارن دم رو ندارن، در این حالت هم میتونیم از حالت آپر اسپاین استفاده کنیم. گزینه بعدی اسپاین چیه؟ بعدیش حالت که هم حالت لیفت داره و هم حالت خیلی طبیعی داره، بهش میگن مید اسپاین. مید اسپاین دقیقاً بین نقطه 2 و 3 هست و تاج ابرو به سمت نقطه 2 و 3 تقسیم میشه، یعنی خطوط استروک هایی که به سمت بالا هستن و استروک هایی که میان به سمت پایین. این حالت برای کسایی که اکثر موهای ابروشون به حالت لیفت هست و فقط قسمت هشت ابروشون به سمت پایین میان مناسبه، و برای کسایی که میخوان موی ابرو ندارن، موی ابرو اصلا ندارن و میخوان یه حالت نچرال و طبیعی هم داشته باشه، این یکی از شیک ترین مدل های اسپاینمون هست. اسپاین بعدی که بخوام براتون بگم اسپاین شماره 3 هست.